دوامی 3 هفته در شهر دوشنبه کورس‌های آموزشی برای مربیان جوان با تشبث فدراسیون فوتبال مملکت برگزار گردید. آنهایی که اولین قدم‌های خود را به حیث مربی به پیش می‌گذارند برای نایل شدن به لیسانس‌های درجه B از مشغولیت‌ها بهره برداشتند. در جهان معاصر به صاحب بودن با لیسانس درجوی در دسته‌های فوتبال به حیث مربی فعالیت کردن ناممکن است. این طلبات قانون‌های فدراسیون فوتبال عمومی جهانی است و نفرانی که صاحب اجازتنامه درجه تخصصی نباشند حقوق سرمربی یا مربی بودن را در دسته‌های فوتبال ندارند. از این خاطر شخصانی را که این کسب را پیشه کاری خود کردند حتما برای صاحب شدن به لیسانس یا سرتیفیکات‌های درجوی کوشش می‌کنند. قریب 3 هفته ما درس داشتیم. 3 هفته امروز آخرین روز. مربی بسیار ناس حرکت کردن، خواندن با فهمیدن با بعد این میدان با درس گذاشتیم. بسیار ناس حرکاتشون ناس. لیکن این دایسین نویستن با یقین تکک وایشون هست. مشکلی دارن. ده هست. از برای من اول میکنم اگر دبالی خودشون کار کنن نقص میشه. بسیار ترینرای ناس. فوتبال بازی کردگی فهمشون است میفهمد فوتبال. از برای من اول میکنم که اگر بالی خودشون با کار کنن پگاه این تاجیکستان فوتبالش بسیار یاردمشون میرسد. دوره تعلیم با چمپیون جهان رسوم اومد. در این موضوع شما با این دستپروران خود صحبت داشتید او تاکتیک دسته‌هایی که در چمپیون جهان بازی میکنن شما حل فصل کرده؟ البته ما هم شد که هم چمپیونات میر داشته است کار گذشته است هم ما درس داشتیم بسیار نقش شد چه که ما تحلیل کردیم گپ زدیم نگاه کردیم سوال جواب شد لیکن حاضر این چمپیونات میر تمام شدگی وقت با میبینیم یک اویله کرده وقت هم آنالیزهای همیشه یکی کرده بعد یک اونتا خلاصه میبینیم شما با کدام درس مخلصی میکردید در چمپیون جهان؟ می‌دارید من اپریدیلان کمانده نیست اگر میشد من ازبکستان یا تاجیکستان با میکردم. ما در این درس‌ها بسیار نویگری و فهمیده گرفتیم بسیار اونی که ما رنگ فوتبال بازان بازی میکنیم فوتبال باز با مربی فرقیتش کلان بوده است. در اینجا ما بسیار نویگری‌های مربی را فهمیده گرفتیم. معلمی که بخورا اومدگی ما درس من شخصا همچون مربی نوبسان جوان تاجیکستان از این معلوم خیلی برای خودم گرفتم.